گربه بنفش ایتال اینجا گربه بنفش نه حواسم نبوده. یعنی ای به مرتضی اینقدر که مثلا اسمش گذاشته بود عاطفه. نه بابا به خدا اینجا اینقدر خلوت اینجا جی من چی بی‌ترسی نمیدونم اصلا. سلام یعنی ما بریم برای دوری مخفی بمب خنده. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. کجا خود اونور چی بود یادم رفته. بگو عشق من. اونور این حاج آقا بلد نیست حاجی. اونور هست طالقانی. نه اون مثلا اون نکن اونجا اینو لای نمیدونم اسم تماسبی. این چه گم کردم؟ گربه‌مو گم کردم. چیو؟ گربه‌مو گربه داشتم بچه بود گم کردم. میاد تو پارک. نه اونجا نکن اونجا. نوک انگوش نه اونجا نه نوک انگوش. چه رنگی بود گربه؟ گربه بنفش رنگش کرده بودیم. بعد احتمال داره این گربه تو پارک زیاده. احتمال داره گربه بنفش ایتال اینجا گربه بنفش. نه حواسم نبوده. شما نکن. نه شبا میام غذا بهش اینقدر کله داشت اینقدر کلهش بزرگ بود. نه بابا به خدا این جنس چیز بود اینقدر کله داشت. آره این یکا گربه میره اون گوشه. یعنی ای به مرتضی اینقدر که مثلا اسمش گذاشته بود عاطفه. نه بابا به خدا اینقدر دوستش داشتم. یه 200 دیگه بیا این بنده خدا گوش بیارم براشو. خب یاد گربه همه جمع میشن. اینجا اینقدر خلوت اینجا جی من چی بی‌ترسی نمیدونم اصلا. گربه‌مو گم کرد. لای این اونجا نرفته. نه آقا بری ببین. میگه یاد یه چیزی افتادم رسید اونجا نکنید حاجی. اونجا دوری مخفی میگیریم. ببخشید داشتیم ما شوخی میکردیم. عذرخواهی میکنم ببخشید. داشتیم ما این صدا ضبط میکردیم. ما داخل یوتیوب فعالیت میکنیم. خب داخل یوتیوب فعالیت میکنیم فضای مجازی. خب بعد دوری مخفی که میگیریم مثلا اینه که خنده لای مردم بیاد. اگه مشکل نداره اگه اوکی یه دست اونجا تکون بدید دست دوری اون تکون بدید. نه رفیقم پایین. اگه میشه لایک نشون بدید. متشکرم ممنون.